بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خوبی که از دوستان پرسیدن که خب خیلی به بحثمون کمک میکنه، این که ما میگیم بعد از این دنیا حرکتی نیست، در این حال این ماجراهایی که تعریف میکنیم همش توش حرکته. میگیم از اینجا رفت اونجا، از اونجا اینجا اومد، اول اینو دید، دوم اونو دید، اول دوم داره، اینجا اونجا داره. عالم برزخ اگر درش حرکت نیست پس جابجایی چیه؟ خب از اونجایی که بنامون اینه که وارد بحث‌های تخصصی نشیم و خیلی سریع و جمع و جور جواب بدیم، پاسخش اینه که در عالم برزخ حرکت نداریم ولی جابجایی داریم. حرکت یعنی چی؟ حرکتی که تو عالم دنیا داریم چیه؟ هر چیزی در حال حرکت است در جوهر خودش. ملا صدراوی میگه حرکت جوهری. یعنی چی؟ شما یه سیب رو پوست بکنید، 20 دقیقه بعد چه رنگی میشه؟ بله؟ کال میشه ها؟ کال که یعنی لکه میفته. لکه میفته. یه هفته بعد چی میشه؟ خراب میشه. سیب در حال حرکته. درسته؟ خب اون وقتی هم که شما تو یخچال میذارید هم در حال حرکته. داره حرکت میکنه، یه حرکت دیگری میاد، حرکتی که او داره رو معکوس میکنه. درسته؟ یعنی اون دما حرکت رو معکوس میکنه، نگهش میداره، دوامش رو بیشتر میکنه. تو عالم برزخ ما یه همچین حرکتی نداریم. سیبی که کال باشه نداریم، سیبی که برسه نداریم، سیبی که لک بشه نداریم، سیبی که خراب بشه نداریم. مثلا شما بیا تو باغت ببینید 10 تا سیب افتاده زمین خراب شده. عالم برزخ ماده درش نیست. ویژگی عالم برزخ اینه ماده نداره. حالا بحث ماده بحث مفصلی است. باز میگیم مفصلیش واقعا مفصله. حالا داریم سریع و جمع و جور میگیم. الان شما یه سیب رو تو ذهنتون بیارید. هی میگیم ذهن، به خاطر اینکه تنها چیزی که مجرده و همراه ماست همین ذهنمونه. میشه همه چی باش تطبیق داد. که مجردی است که صورت داره، قوه خیالمون. قوه عقلمون مجردی که صورت هم نداره. فهمیدید؟ عالم برزخ از همین سنخ خیال ماست. مولا صدرام همینو میفهمن که عالم برزخ از جنس خیال است. نه جنس خیال است یعنی خیالیه. بعضی نمیدونن، از این مسائل سر در نمیارن. بندگان خدا میان میگن ببین مولا صدرام گفته که عالم برزخ خیالیه. اینجوری میشه که یه عده زیرا به این مسائل میزنن. گفته مواد جسمانی نداریم، گفته مواد مادی نداریم، نه گفته مواد جسمانی نداریم. جسم داریم، ماده نداریم. پیر نمیشه شما. جوان به معنای این که جوان است، سید شباب اهل جنت که میگن سید جوانان بهش، نه یعنی مثلا 32 سالشه بعد مثلا بقیه جوانن بعد بچه داریم بعد همجور سننا داره میره بالا. اونجا سن به حسب اعمال آدمه، به حسب تراوت و اخلاص و نشاط روح آدمه. بله، هر کی اخلاصش بالاتر، جسمش که ماده نداره شادابتر، در بین این بدنهای شاداب در عالم قیامت و بهشت کسی که سیدش جوانان بهشت است امام حسن و امام حسین علیهم السلام. نه یعنی جوونن مثلا سن و سال دارن، سید جوانان، بعد مثلا کار بقیه تینیجرن، بعد مثلا بهشت تینیجر مثلا این مثلا 14 ساله ها، این 18 ساله ها، بعد اونجا مثبت 18، این ور نیاد اینجا مثبت 18، این بهشت هم بریم بهشت 16 ساله ها، بریم بهشت زیر 18. اینا رو ما تو بهشت نداریم. به حسب صعود روحه. اینا رو با توجه بهش داشت. جابجایی داریم. جابجاییش هم مثل دنیا نیست از اینجا میشه میره اونجا. همه چی حاضره. شما الان سیبی که تو ذهن میارید اراده میکنید. اولا سیبی که تو ذهنتون میارید 10 سالم تو ذهنتون بماند کپک نمیزنه. کپک میزنه این سیب تو ذهن شما. سیب پوست کنده خراب میشه؟ نه، مگر اینکه اراده کنید سیب کپک زده تو ذهنتون بیاد. دقت کنید، نه خیلی مباحث مهمی ها. اسفار مولا سردار دیگه لهش کردم آوردم اینجا، دارم اینجوری اساره گرفتم دارم میگم. پس ببینید اونی که شما اراده میکنید میشه. عالم خیال شما این شکلیه. هرچی هم اومد، اولا که ماده نداره، وزن نداره، بعد نداره. الان این سیبه شما بهش احاطه دارید. خواهرها دیروز فکر کنم بحث دیروزشون به نتیجه نرسید، امروز اومدن ادامهش گفتن فردا همین ساعت ان شاءالله ادامه نقد و بررسی سخنرانی ادامه میدیم. البته برادرام الحمدلله اضافه شدن، ظاهرا از خانم‌ها خط گرفتن.
گفتن ما چرا از خواهر جا بمونیم، ما بیل به کمرمون که نخورده ما میام این وجه جلسه رو برگزار میکنیم. خب عرض کنم که پس چی شد؟ ما صورت در عالم برزخ داریم، ماده نداریم. این بحثا رو برای چی داریم میگیم؟ بحث قیامت؟ نه خیر، بحث انسان شناسیه. البته انسان شناسی دقیق هم نیست، همه بحثمون سر اینه آقا ما وطن داریم. یه تعبیر من اینا رو بگم، میدونم تشنه اید ادامه بحث رو ببینید چی شد. همین نشستیم این الان ما رو گیر آورده دیگه، این به اسم بحث گرفته هی حاشیه میزنه حرفای خودش رو، میگه داستان چی شد، این حرفای خودش رو میزنه. ببین آقا جان، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یه نکته داره، خیلی نکته مهمه. در سوره مبارکه نساء ذیل آیه الرجال قوامون علی النساء، چرا ما این حرفا رو داریم میزنیم؟ به خاطر ایناش. نه بابت اینکه حرفا قشنگه جذابه، نه این بحثا کاملا آکادمیکه. آقا اینا بیشتر به درد منبر میخوره، مثلا اعتکاف جوونا رو جمع کن از این حرفا بزنیم سر حال بیان. نه اینا کاملا آکادمیکه. این حرفی که ما دانشگاه‌های دنیا داریم. چرا؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که بیشتر مباحث دین تا وقتی نسبت دنیا و آخرت و عوالم بعد از دنیا فهمیده نشه، حرف فهمیده نمیشه. یکی از اون مطالب چیه؟ ایشون تصریح میکنه به این نکته. ایشون میفرماید که در مورد حقوق زن و مرد، شما وقتی میگی آقا برای زن، ما خجالت که نمیکشیم از اینکه بخوایم روایت رو بگیم. حضرت زهرا فرمود برای زنا بهتر این است که نه مردی اونا رو ببینه نه اونا مردی ببینه. خب بله، الان من اگه بخوام مبانی رو نگم این باعث خجالت، من چجوری روم بشینه تو دانشگاه بگم آقا این روایت رو نباید گفت. مرحوم علامه طباطبایی میفهمه تا این مبانی فهمیده نشه این حرفو نمیشه گفت. طبیعیه انسانی که بیش از دنیا چیزی نداره، انسانی که وطن نداره، انسانی که غیر از ماده چیزی نداره، معلومه که باید سر پست و ریاست و حکومت و اینجور چیزا رقابت کنه. زن و مرد نداره. ولی وقتی فهمیدم وطن دارم، نقش خودم در تناسب وطنم و بشینم لحاظ کنم. این حرف علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. آدرس میدم مطالعه بفرمایید. آیه الرجال قوامون علی النساء یه بحث تفسیری داره، یه بحث روایی داره. بحث رواییش که تموم شه آخرش یه صفحه نکات رو میفهمه. خیلی مطلب ارزشمندیه اونی که ایشون میفهمه. تا نسبت دنیا آخرت فهمیده نشه حرفای دین فهمیده نمیشه. ما هم که یکتی میخوایم وارد بشیم، بعد میخوایم حلش کنیم و حلم نمیشه. بعد اینا با حرفای فمینیستا نمیخونه، جمعش کن. این آیه رو بذار کنار. حالا آیه الرجال قوامون علی النساء داریم؟ نه چیزی یادم نمیاد. زشت اصلا اسمشو نیار، خجالت داره. یعنی اصلا بگی مسخرت میکنه. آیه حرف قرآنه. کی این حرفا رو میفهمه؟ کسی که این مبانی دستش بشه. آقا بالاتر از اینجا خبریه. بعد اگر فهمیدیم انسان کیه و انسان چیه، اون وقت زن افتخار میکنه میگه خدا تربیت فرزند رو به من سپرده، این موهبت الهیه. خدا به مردها تربیت انسان نداده، به زنها داده. خب آقا تربیت انسان چیکار کنه؟ پول کجاست؟ خب همینه دیگه. آدمی که بیش از ماده قرار نیست کاری بکنه دنبال پول میگرده. این نکات رو باید دقت کنید. خب در ادامه داستان ایشون میگه که من یه لحظه از اون دیوار قشای سفیدی که بود که دیدم کنار قبر برادرم، که برزخ قبرش رو دیدم، رد شدم از اون دیوار، دیدم بهشت برزخی رو دارم میبینم و غرق در لذت شدم. اومدم پا بذارم، این صدای روحانی به من گفت که حق نداری جلوتر بری. بعد اصلا نذاش وارد بهشت بشم، فقط از فاصله تقریبا دور دیدمش. بعد از قبر بیرون اومدم. چطوری بیرون اومدی؟ با سرعت به سمت بیرون مکیده شدم. حرکت تو برزخ اینجوریه، جابجاییش این شکلیه، حرکت مثل دنیا نیست. پس دقت کنید، حرکت که میگیم اون حرکت قاطی نشه. حرکت به این معنا نیست که یه چیزی میره فاسد میشه، از بین میره، زمان بهش میخوره. نه، تحولی حاصل نمیشه ولی جابجایی داریم. خب دریافتم از اینجاش خیلی قشنگ میشه این داستان تا برسه به اون 40 صفحه آخر که اونجا سنگکوب رو میزنیم. اگر که ما نمیخونیم 40 صفحه رو، از اینجا تا اون 40 صفحه محشره. گل بحث اون اینجاست. یکی اینجا این 40 صفحه، این تقریبا 50 صفحه‌ای که اینجا داریم خیلی جذابه. یکی هم تو داستان سوم یه تقریبا 40 صفحه‌ای داره، اونم خیلی جذابه. این 50 صفحه رو داشته باشید دیگه. این اشانتیون ماه رجبمونه و از شنبه رزق اونایی که میان. شنبه فکر کنم درس تعطیله دیگه ها. حالا یه تعدادی از دوستان هستن، ما هم هستیم از شنبه تا سه شنبه دیگه ویژه ان شاءالله اینا رو با هم میخونیم و صفا میکنیم.
میگه دریافتم که مجددا روی قبر برادرم ایستادم که آن قبر رضا یک قبری بود، قبر مردی به نام، بذار اسمشو نگم، به جاش میگم جابر. گو اشکال نداره بگو جابر. میگه جابر آدم خوبی نبود. حالا ما روزای قبل در مورد بهشت کلی با هم صحبت کردیم و صفا کردیم، رفتیم یه دور چرخیدیم و حال کردیم اینا. اینم به شما بگم ما بحثمون خوف و رجا نیست. اینم گاهی قاطی میشه. آقا خوفی باشیم یا رجایی، هیچ کدوم، واقع بین باید باشیم. ما واقعیت کار داریم. واقعیت اگه آدم با واقعیت زندگی بکنه خوف و رجاش تنظیم میشه. اینایی هم که داریم میگیم از باب واقعیت، یه مقدارش آدمو میترسونه، یه مقدارش آدمو امیدوار میکنه. حالا اگر یه کسی یه جلسه ما رو بود که خیلی امیدوار شد، یه جلسه‌ای که ما خیلی ناامید کردیم نبود، دیگه به من ربطی نداره، تقصیر منم نیست. بحث اینجوریه، یه جاهایش به شدت ناامید میکنه. مثلا تو داستان سوم بحث حق الناس که مطرح میکنه، آدم میگه آقا من هر چیزی زودتر دنیا برم بهتره، بارم کمتر. یه جاییش هم به شدت امیدوار میکنه. این دیگه دست خود ماست که خودمون رو تنظیم کنیم. ما فقط داریم حکایت میکنیم از عالم برزخ و عالم بعد از ماده. جابر آدم خوبی نبود، هرگز نبود. در نتیجه این سوال برام پیش اومد که داخل قبرش چه شکلیه. در همین فکر بودم که صدای روحانی گفت او اینجا نیست. مدتی پیش فرشته هایی که کارشان انتقال اجساد است او را به جای دیگری برده اند. جسدهای ما رو جابجا میکنن در قبر، جابجا میشه. توضیحات داره، بهش میگن ملک نقاله. اینجا اسم ملک نقاله نیورده. امام صادق فرمودن انقدر گیر ندید کجا دفنتون کنن. اگر مؤمن باشید هر جای زمین در بیابان ها هم که دفن بشید ملحق به ما شما ملحق ما میکنن. اگر مؤمن نباشید کنار ما هم که دفنتون کنن جابجاتون میکنن. هارون الرشید چسبیده به امام رضاست و خیلی های دیگر داریم که چسبیده به خیلی از دیگر از معصومین، اینا رو جابجا میکنن. خیلی ها رو داریم فرسنگ ها دورن، اینا رو ملحق میکنن. ملائکه نقاله به اینا میگن داستان هایی دارد بماند. یه داستان مرحوم آیت الله هزار جریبی داره، اون داستان خودش نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه بخوام بگم که وقت نیست. داستان فوق العاده است از این جابجایی که صورت میگیره. فقط یه اشاره تیزری که کمی قلبتون آتیش بزنم، فقط در همین هست، غرض سوزاندن دل شما، هیچ غرض دیگه ندارم، که یه جوانی که میره شیروان و بعد عاشق دختری میشه، دست از اسلام برمی‌داره که اون دختر مسیحی رو بگیره و بعد یه مدتی پشیمون میشه، میخواد برگرده، چیزی از اسلام یادش نبوده، شبیه رپ شدین الان. بعد که میخواد برگرده میگه من هیچ از اسلام یادم نیست، فقط امام حسین رو یادمه. میره خلاصه یه گوشه مشغول توسل و اینها. خانمش با خبر میشه، میگه ماجرا چیه؟ میگه ولش کن، میگه بعد توضیح بدی. میگه من امام حسینی داریم این حرفا. خانم خوشش میاد، میگه بیا جمع کنیم از اینجا از قفقاز بریم کربلا زندگی کنیم. خانم از دنیا میره و برادرها میگیرن به رسم مسیحیت اینو دفنش میکنن. ماجرا رو آقای برای مرحوم آیت الله علامه وحید بهبهانی نقل کرده. آیت الله هزار جریبی هم تو کتابش آورده این ماجرا رو که میگه من خودم دیدم. این آقا اومد تو کربلا برامو تعریف کرد. چکیده دارم میگم، واقعا 40 دقیقه داستانش میره، فقط خیلی سریع دارم میگم این ملائکه نقاله هسته. و گفت که من رفتم خانوممو شبونه خواستم جنازه‌شو در بیارم که با خودم بیارم کربلا. جنازه قبر رو شکافتم، یه آقای سیویل پهنی تو قبر و خانومم نیست. قش کردم افتادم، خانوممو دیدم در مکاشفه یا خواب و اینا. خانومم گفتش که منو جابجا کردن با این آقا. این آقا یه گمرکچی بوده بیرون نجف، پول زور میگرفته، زیر ساعت حرم ابا عبدالله با فاصله انقدر دفنش کردن. همون ساعت منو اینجا دفن کردن، منو با اون جابجا کردن. او رو بردن قبر منو بردن قبر او. آدرس میده و همیشه شبونه راه میفته میاد کربلا و التماس قبر رو بشکافه و نمیذارن و این آدرس رو میده، میگه این آقا رو فلان ساعت اینجا دفن کردن. میگه آره، میگه من اینو دیدم. با التماس قبر رو میشکافن، خانومش رو میبینه، طلا و جواهراتی که تو قبر بوده میاره برای علامه وحید بهبهانی، میگه هرچی میخوان خرجش کنی. این ملک نقال است، جابجا میکنه. این آقا چون تو امامزاده دفن بوده، گفتن دیگه برادر تو امامزاده دفن بود. این جابرنامه که اسم الکی و اسم فیک بود، جابره اکانت فیکشه. جابره بله این رضا برادرش دفن بود. میگه خواستم قبرشو ببینم، صدای روحانی به من گفتش که این اینجا نیست. گفتم چرا؟ گفت بعضی از مکانهای موجود در زمین مقدس است، برخی معمولی برخی پست. سزاوار نیست که اجساد آدم‌های بد در مکانهای مقدس دفن باشد. پس اینو به این حرم خوش بهارش چسبیده به امام رضا دفنه. نه 700 میلیون چقدر پول اونجاست دفن میکنن دیگه، چسبیده به دیوار. به این حرفا نیست.
عمله. فکر مثلا اینجا پولکیه، ملائکه میگن خدایا دیگه تو رو درواسی چسبوندنش به دیوار چیکارش کنیم؟ میگه نه این دیگه نمیشه، ردش نکن. اینجا که دیگه پول پارتی و حرفا اونجا نداریم ما. خب همچنین پسندیده نیست که اجساد آدم‌های خوب در مکان‌های پست باقی بماند، چون علاوه بر روح اونها اجسادشون داره حرمت و تقدس مخصوصی است. اگر یه جسدی رو هم به حد که حرمت، مثلا این جناب شهید نمر رو گرفتن تو بیابونا بردن بدنش رو ظاهرا مسلم کرده بودن دفن کردن، خب این بدن ملحق میشه به اهل بیت، این بدن مقدسه. بنابراین مأموران ما اجساد خوبان رو از مکانهای پست به مکانهای مقدس انتقال میدن، اجساد بدان رو از مکانهای مقدس به پست منتقل میکنن. پرسیدم پس الان داخل قبر جابر جسد کیه؟ تو امامزاده بوده. جسد یکی دیگه است؟ گفت بله جسد فلانی رو که اسمشو گفتن ننوشته، جسد فلانی رو داخل قبرش گذاشتن. اون شخص رو میشناختم، دورگرد مهربانی بود، در زبان حیاتش شانه و قیچی و ناخنگی رو از این قبیل چیزها میفروخت. سوال کردم قبر جابر هر جا هست چه شکلیه؟ گفت قبر خسیسی داره، تنگ و تاریک. این فشار قبر، تنگی قبر به تنگی قلب برمیگرده، تنگی قبر به تنگی قلب. قلب گشاده قبر گشاده داره. آدم بخیل تنگ نظر قبرش هم تنگ و تاریک. حتی نمیتونی تصور کنی که چقدر تاریک و تنگه. البته از داخل قبرش منظره، این یک جاهای از جهنم چیزایی میگه فقط آدم بشینه بخونه گریه کنه. منظره جهنم به خوبی دیده میشه که میگه جهنمیا رو دروازه جهنم اینا میان میخوان فرار کنن، جهنم قیامتی رو به اینا نشون میدن باز فرار میکنن. یه چیزی حالا بعدا بهش میرسه. بعد میگه که جمله‌شو که تمام کرد عده سیاه‌پوش وارد قبرستان شدن. اونا تابوتی رو با خودشون حمل میکردن. شخص مرده یک زن بود، روحش رو بر فراز تابوت دیدم. یه ماجرای شنبه براتون میگم. صورتی این به متن میخونم، یه ماجرای ربط به این داره شنبه میگه. صورتی دراز و اسبی شکل داشت. خانومی که داشتن میبردن دفنش کنن به شکل اسب. یعنی میبینی شبیه اسب هست ولی اسب نیست. درد اینجاست. به تعبیر از استاد آیت الله جوادی اگه آدم اسب از دنیا رفت که اسب از اسب بودنش قصه نداره که، راحت داره اونجاشو میخوره. کدوم اسبات اسب بودنش ناراحته؟ درد وقتی که من بدونم انسانم و اسبم، حقیقت انسانی رو دارم در این حال اسبم، این درد داره. این صورت مختلفی هم که پیدا میکنن صور برزخی همیناست. یکی هم نیست، ممکن آدم 10 تا رو همزمان با هم داشته باشه، هم خرچنگ باشه، هم عقاب باشه، هم خرگوش باشه، هم خرس باشه، هر صفتی از هر کدوم داشته. ترکیبی از همه ایناست که شنبه داستانی میگم براتون. بعد او با آشفتگی زیاد و با جیغ‌های وحشتناک میکوشید وارد تابوت بشه، چون تعلق به بدن داره، میخواد برگرده تو بدنش. که خیلی روایات هم اینجا داریم، روایت عجیب غریبی داره. در واقع وارد جسدش میخواست بشه، مرتب عقب میرفت، بعد با سرعت به سمت جسدش میدوید، روش شیرجه میزد. تلاشش هیچ فایده‌ای نداشت. در این حال دست بردار نبود، دوباره بلند میشد، عقب میرفت، شیون کنان جلو میدوید، دیوانه‌وار شیرجه میزد. میگه نهایتا چیکار کردم؟ میگه نمیدونم، تمام چیزی که دیدم همین بود. میگه چرا بقیه‌شو ندیدی؟ میگه چون نخواستم ببینم. اینجوریه، نمیخواد که ببینه. مثل دنیا نیست که یا اتوبوس رد شد دیگه ندیدم، کامیون اومد، اراده میکنه ببینه، اراده میکنه نبینه. به علاوه تمام ذهنم متوجه کسایی شد که اون سوتر دور از حریم امامزاده ایستاده بودن. میگه اونا کیا بودن؟ میگه ارواح چند آدم که کنار قبرهاشون وول میخوردن، همه به طرز هراسانگیزی باریک بودن، تقریبا شبیه اسکلت‌های متحرک به نظر میرسیدن، اسکلت‌های مشمئز کننده با پوست خاکی رنگ. گفتم رنگ‌ها رو توضیح دادم. پوست خاکی یعنی کسی که هنوز تعلق به خاک داره، درست شد؟ خاکی. عموما صورت‌های بهترین رنگ هم رنگ طلاییه که اون خانومه گفت امام رو وقتی دیدم که ما گفتم امیرالمومنین، عباش به چه رنگی بود؟ طلایی بود. اینا دقت بکنید. بعد عموما صورت‌های دراز داشتن، دماغ‌های کوتاه، دهن‌های بزرگ، چونه‌های جلو اومده و زوزنقه شکل. حالا یه دم میخونن مسخره میکنن. مسخره کن. 10 سال دیگه است دیگه تهش. تا دیدنش خیلی راهی نیست. 10 سالم تازه ارفاقی، 1 ثانیه فاصله است. این نفسی که اومد دیگه بر نگرده. یکی از دوستان که درس ما میاد، دوستان روحانیمون، 2-3 روز پیش خواهرزادش بچه 2.5 ساله گردو رو خورد و پرید تو ریه و دیروز اعضا رو هدیه دادن و دیشب دفن کردن. همین سادگی بچه 2.5 ساله. اینقدر فاصله ما با مرگ و ملکوت و برزخ و همه این ماجرا که میگم همینقدر، یه نفسی که میاد دیگه بر نمیگرده. بله
چشمهاشون در گودی فرو رفته بود و حلقه بزرگ سیاهی اطرافشون دیده میشد. سفیدی چشماشون خیلی نمایان و هولناک بود. این ارواح به قدری غمگین بودند، به قدری در خود فرو رفته بودند که به هیچ کس، مهندس با دست عرق سرد پیشونیشو پاک کرد و ادامه داد، که به هیچ کس و هیچ چیز توجه نداشتن، به هیچ چیز جز قبراشون. لذا بعضی از مردا به خواب نمیان خاطر همینه. دست و بال بنده خدا تنگه، همه گیرش اینه که برگرد تو قبرش، گرفتار بنده خدا. بعضی از بس که بالان دیده نمیشن، مثل علامه بحرالعلوم که کسی خواب ایشون رو ندیده و نمیبینه، و کسی هم تو عالم برزخ گفتن ملازم دائمی با امیرالمومنین و سید و ابن فهد هلی، 2-3 نفر، و سید ابن طاووس 3 نفر. این ستاره کسی نه خوابشون رو میبینه، اگه دیده باشه خیلی بزرگی، مثلا بهجت که هم خواب سید ابن طاووس هم بیداریشو دیده. گویا سید ابن طاووس این جمله رو به من گفت، ماجرا دیدم روزهای عرفه. بعد بعضی اینقدر بالان که دیده نمیشن، بعضی اینقدر گرفتارن که دیده نمیشن. گاهی یه عملی آدم انجام میده یا گرفتاری در میاد، خوابش رو هم میتونه ببینه. که یه ماجرا در مورد خواب بچه‌ها داره، بعداً میگم که اینا رو میارن تو خواب مادرهاشون، بچه‌ها که از دنیا رفتن، توی داستان سوم. بعد میگه که اونها هر چندگاه آرام به داخل قبرهای خودشون نفوذ میکردن. بعد صدای روحانی گفت این ارواح هنوز نتونستن جسم مادیشون رو رها کنن. از زمانی که مردن تا حالا بیشتر وقتشون رو تو قبرستون گذروندن. هر کدامشون از همون ابتدا شاهد زوال جسم خود بوده. اینجاش خیلی عجیب. شاهد خارج شدن چرک از بینی، گوش، فرج و دهان جنازش، شاهد انتشار بوی شدید و تحمل ناپذیر تعفن، باد کردن و سبز شدن احشا، تورم تک تک اندامها، ترکیدن شکم، جدا شدن موها از پوست، حمله کرمها و دیگر جانوران زیرزمینی به جنازه، شاهد تمام شدن گوشتها و باقی ماندن استخوانها. بفهمید؟ از صدای روحانی پرسیدم این ارواح تا کی در اینجا خواهند ماند؟ گفت بستگی به خودشون داره. بعضی تا وقتی که استخواناشون به خاک تبدیل بشه میمونن، یعنی تا زمانی که کاملا از جسدهاشون ناامید بشن، اون وقت برای همیشه به جایی میرن که باید برن. و اینجا بود که حالا داستان رو یاد پیچونده دیگه. اصل ماجرا اینجا بود که حالا خب کجا میرن؟ میگه یهود یاد جسم خودم افتاده. گفتم که راستی جسمم کجاست؟ ببین پس کسی که تعلق نداره راحت. مرحوم آیت الله تبریزی، آیت الله العظمی تبریزی رو بعد از رحلتشون خواب دیده بودن. بعد گفته بودن آقا تشییع جنازه خیلی شلوغ شد. شما موقع تشییع جنازه کجا بودی؟ دیدی جمعیتو؟ گفت مثلا موقع تشییع جنازه نبودم، من تا از دنیا رفتم امیرالمومنین منو قاپید برد. طبیعی ایشونی بود. بعضی هم انقدر تعلق بدن دارن که همینجور میشینن. حالا به ادعیه‌ای که ما داریم که گریه میکنن، ابکیل ذیق لحدی، تعبیری که امام سجاد در دعای ابو حمزه دارن، به خاطر ایناست که آدم اگه با این حالت دنیا بره وضعیتش این شکلی تو قبر. اگه اونجوری هم مؤمنانه باشه که آزاد رهاست، مثل این یهو یاد جسدش میفته. میگه پرسیدم جسدم کجاست؟ صدای روحانی گفت توی اتاق جراحیه، میخوای ببینیش؟ گفتم آره، فقط برای اینکه بدونم تو چه حالیه. میگه چون خیلی بدم میومد بدنم. همون لحظه جلوی در اتاق عمل حاضر شدم، بدنم رو تخت بود. 2 تا پزشک و چند تا پرستار اطرافش بودن. از دیدنش حالم خراب شد. یه جور حساسیت عجیب نسبت به اون هیولای زشت و بدبو پیدا کرده بودم. می‌خواستم تا جایی که میشه ازش دور باشم. صدای روحانی گفت این دکترها و پرستارا دارن وظیفه‌شون انجام میدن. اونا بالاخره تو رو به دنیا برمیگردونن. مقدر شده که برگردی. تو میتونی تا اون موقع همینجا تو بیمارستان بمونی یا اینکه میتونی از فرصت استفاده کنی جای دیگه بری. پرسیدم مثلا کجا برم؟ جواب داد نه خیلی دور. چرا نمیری یه نگاهی به شهر و مردم شهرت بندازی؟ گفتم که مردم شهرم که هر روز دیدم برام تازگی نداره. گفت نه، تو همه رو به چشم مادی دیدی، با چشم روحانی ندیدی. نکته تشویق کننده ای بود، موجب شد که انگیزه لازم رو برای تماشا کسب کنم. صدای روحانی اینو گفت آماده باش، اول باید وارد مجرای مخصوص بشی. یهو خودم رو داخل استوانه‌ای راهرو مانند یافتم. رنگ بدنش قهوه‌ای بود، قهوه‌ای سوخته. با سرعت کمی در اون استوانه به جلو رونده شدم، به موازات سطح زمین، قدری به سمت بالا. در نهایت فهمیدم که تا ارتفاع 60 متر از زمین بالا رفتم. در اون استوانه حس خاصی داشتم، حس می‌کردم داخل نوعی میدان انرژی قرار گرفتم، نوعی میدان انرژی بسیار شدید. همچنان که به کندی پیش می‌رفتم از آگاهی و روشنبینی لذت بخشی برخوردار می‌شدم. این آگاهی در حقیقت نتیجه به یاد آوردن بود. تو روایت داره اهل بیت علمشون رو از نگاه به یک استوانه نوری می‌گیرن. ببین این روایت‌ها تا این مطالب رو نبینیم و نخونیم، اون روایت‌ها فهمیده نمیشه. حضرت ما به اعمال عباد می‌خوایم نگاه بکنیم، یه
استوانه نوره، به اون که نگاه میکنیم آمار همه رو داریم، از اونجا احاطه داریم. حالا در مورد این علمم، در مورد علم غیب ان شاء الله باز هفته بعد یه سری نکات رو عرض میکنم. بعد میگه که یهو به یاد آوردم، به یاد آوردن بخش عظیمی از علومی که قبلا میدونستم و چیزهایی که قبلا دیده بودم که قبل از اینکه به دنیا بیام. همه ما پیش از تولد در یک عالم آسمانی زندگی میکردیم، در اونجا مطالب زیادی رو آموخته ایم. از اینجا وارد این میشه که ما قبل از دنیا کجا بودیم. میخواد بیاد به مردم شهر سر بزنه که اون مردم شهرش خیلی ماجراهای عجیب و جالبی داره که بهش میرسیم. یه چند صفحه در مورد اینه، میگه ما اصلا قبل دنیا کجا بودیم و چه علومی رو داشتیم. از عالم زر میگه، از عالم ارواح میگه، از عالم خلقت میگه، عالم جن میگه، از شیطان میگه قبل از سقوطش. همه اینا رو باخبر شد. البته این وقتی یه لحظه ارتباطش برقرار شد باخبر شد، اگر کسی با مجاهده و سیر و سلوک برسه به اینجا دائما باخبره. این رفت برگشت الان دیگه نداره. اونا که سیر و سلوک کردن امثالای بچه همین الان همه اینا رو داره. بلکه چی شد؟ فرقش اینه. یه توضیح قرآنی داره که چرا اینجوری میشه. ان شاء الله شنبه میگم براتون. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. قرآن فرمود اگه علم یقین داشته باشی همین الان جهنمو میبینی. محصول علم یقینه. حالا علم یقین چه توضیحات داره؟ میگه یهو همه علومم برام زنده شد. بعد فقط اینو بگم و بقیه‌اش ان شاء الله باشه شنبه. میگه که قبل از اومدن به جهان چه علومی شما داشتید؟ میگه جواب شما با احتیاط میدم. من در اون استوانه ابتدا اطلاعات زیادی رو در مورد پدیده‌های مادی به خاطر آوردم. فرضاً راجع به ستاره‌ها و سیارات، راجع به علوم مربوط به فیزیک، شیمی، طبیعی، ریاضی. بعد میگه من همه اینا رو قبل از تولد بلد بودم. بعد میگه که یه سری چیزا رو قبل از مرگم میدونستم، مثل اینکه مولکول‌ها از اتم‌های ریزی تشکیل شدن، اتم‌ها از الکترون و نوترون و پروتون. میدونستم که درون هر کدوم از اینا ذره کوچیکتری قرار داره، اما تو اون استوانه اطلاع پیدا کردم که در دل این ذره کوچیکتر ذرات ریزتری نهفته است. اون ذرات ریزتر هم به ذرات دیگه‌ای تقسیم شدن. این روند همینطور ادامه داره، به طوری که بشر هرگز موفق به شمردن این ذرات نخواهد شد. من تو اون لحظات یک دایره المعارف یا بیان یک گنجینه عظیم علمی بودم. البته این علم ان شاء الله دوران امام عصر آزاد میشه که از 27 در علم 25 درش باز میشه. چون دوران امام عصر ما از عالم ماده عبور میکنیم، میشه برزخ بین دنیا و برزخ. اینم دیگه هدیه‌ای بود امروز دادیم. دوران زمانه ظهور این شکلیه، نه از جنس دنیاست نه از جنس برزخه. چون برزخ باشه دیگه حرکت به معنای مادی نداریم. ما حرکت مادی داریم ولی برزخی زندگی میکنیم. اینجوری میشه. خدا نصیب کنه ان شاءالله به همین زودی رقم بخوره. و میگه از چگونگی بسیاری از پدیده‌های مادی اطلاع داشتم، میدونستم که همه پدیده‌های عالم از نوعی نور خلق شدن. بگم یکی دو دقیقه تمام. حتی واقف بودم که به چه علت این نور گاهی به شکل آب در میاد، گاهی به شکل سنگ، گاهی به شکل چوب. حالا ما میگیم وحدت وجود تکفیر میشیم، اینا که داره میگه وحدت وجوده. بر اساس این اظهارات شما تمام قوانین عرضه نشده فیزیک، شیمی یا ریاضی رو میدونستید؟ میگه بله البته که میدونستم. این که میگیم اصل علم اینجاست برای همینه. گرچه حالا اکثر قریب به اتفاق اونها رو به خاطر نمیارن. میگه اکثر قریب به اتفاق یعنی تعدادشو به خاطر میاری؟ میگه بله ولی خیلی کم. معمولا به صورت ناگهانی یادم میاد. مثلا گاهی تو اخبار علمی تلویزیون میشنوم دانشمندی فلان تئوری رو ارائه داده، یهو بعد از شنیدنش چراغ تو مغزم روشن میشه، همونجا بی اختیار به همسرم میگم نه این نظریه درست نیست. بعد میگه خب درستشو بهش میگی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه چون به صدای روحانی تعهد دادم که قانونها رو رعایت کنم. من حق ندارم اطلاعات محرمانه رو در اختیار کسی بذارم. او برام مرزهای تعیین کرده، نمیتونم از مرزها رد شم. بعد میگه که یه علومی رو شما یاد گرفتی چیا بوده؟ دیگه میگه انشالله شنبه بخشی از علومی رو که گرفته و از قبل عالم بوده یه قدری شو که حالا من در مورد خود این کتاب و این ماجراها حرف دارم که چرا این کتاب تو این دوره رایج شده. یه تحلیل فلسفه تاریخی دارم، انشالله هفته بعد شاید یه اشاره بهش بکنم که این یه دستی در کاره در ملکوت عالم که یه عده بیان چیزا رو ببینن و بیان نقل بکنن، کتاب بشه، شنیده بشه. چون قوای شیطانی و قوای رحمانی هر دو در اوج با هم درگیر شدن. قوای شیطانی از همه ابزارها استفاده کرده برای اضلال. خدا این فرصت داده که قوای رحمانی هم یه سری چیزا رو بیان از عالم برزخ ببینن، بیان بگن. لذا تعجب نکنه اگه این حرفا تا 1000 سال پیش نبود، کتاب نشده بود، الان اینقدر رایج شده. یه دستی در ملکوت عالم در کاری که این حرفا شنیده بشه. حالا ان شاءالله خدا توفیق بده هفته بعد بحثو با هم پیش بریم و ان شاءالله بتونیم توی هفته تمومش بکنیم. نکات خیلی خوبیه.
یعنی خیلی بحثا از این دریچه میشه فقط مطرح کرد، بحث علمی سنگینی هم نداره و قشنگم فهمیده میشه راحت. خدای در فرج امام عصر تجلیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.